سلام به همه دوستای عزیز، امید که جور و صحت و سلامت باشین. شما را خوش آمد میگم به یکی از ولاگ بعدی ما بعد از مدت طولانی. ولاگ از هر جا، از هر رنگ. فعلا در میدان هوایی جی اف کی هستیم. از میدان هوایی جی اف کی به خیلی طرف ویرجینیا روان هستیم. دیگه تا اینکه به خیلی ویرجینیا میرسیم شما چند تصویر از میدان هوایی جی اف کی ببینید. اینکه ما کجا میریم، ویرجینیا چی کارا میکنیم، همیشه روی تصویر میکشم. امید است که شما از ولاگ لذت ببرین و همراهیتون خواهان هستم تا آخر ولاگ. میدان هوایی جی اف کی یکی از پرازدحام‌ترین میدان هوایی در کشور آمریکا میباشد که پیش از هزاران پرواز داخلی و خارجی صورت میگیرد. بخیر رسیدیم به میدان هوایی واشنگتن. حالا میخوایم بخیر از میدان هوایی بیرون شویم. دیگه میریم پیش دوستمون فردوس جان. خب ببینم ما این رسیم. سلام دوباره، ما به خیر رسیدیم پیش فردوس جان. فردوس جان هم پالیم است. سلام فردوس عزیز. سلام. گرچه ما فردوس سلام علیکی کردیم، میخوایم پیش روی کامرا یک سلام علیکی کنیم که نگوین که عید بدون سلام و کلام شروع کردم. سلام فردوس جان، چی حال داری؟ سلام دوباره زید جان، خوش آمدی به ویرجینیای ما. دیگه خیلی خوش هستم که میبینمت بعد از دیر وقت. به خدا. چقدر وقت بود دیدین فردوس؟ دقیقاً ما تازه به امریکا آمده بودم سال 2023 که ما خدا دیدیم. دیگه یعنی 26 شد، 3 سال بود. گرچه ما در کابل که بودیم هفته 3 روز 4 روز میدیدیم. این خوشبختانه باز از زندگی چانس با ما یاری کرد که بخیر باز دیدیم. زنده باش فردوس جان. ویرجینیایتون بسیار آب و هوای خوبش دارن. آب و هوا خوب است. دقیقاً این روزای کم دیرتر خودت رسیدی که چری بلاسم از دست دادی. یک بسیار یک زیبایی خاص خود داشتی. منطقی که هستیم فعلا. دیگه فعلا آب و هوا خوب است. میگردیم چکر میزنیم، لذت میبریم. همه جای جالب و دیدنی ویرجینیا و دی سی، مریلند. بخیر. ما فقط یک چند دقیقه پیش در میدان که داشتیم مربوط دی سی میشد. دیگه فعلا فردوس جان گفت که یک طرف سرک ویرجینیاست، طرف دیگه هم دی سی. فعلا ویرجینیا بودیم، به دی سی داخل شدیم. حالا از دی سی میریم به طرف مریلند. از دی سی میریم طرف مریلند. فردوس جان بسیار محترم مقبول. چقدر وقت میشه از تسلا استفاده میکنیم؟ تشکر زید جان، شمایت مقبول است. تسلا رو تقریبا 1 سال شد زید جان که یوز میکنم. اینا یک سوال، دو خوبی و دو بدی تسلا رو بگو. کسایی که دوستدار تسلا هستن میخواین بخرن باید بفهمن، نه؟ وقتی تجربه کافی داری درباره تسلا. خوبی های تسلا و بدی های تسلا. خوبیش همیشه جان که مینتیننس قضیات کار نداری، وقت با آیل چینج و با چیزا ضایع نمیشه. یک خوبیش بسیار اسموت است جان، بسیار اسموت و همچنان از اتو پایلوت میتونی یوز کنی به لانگ درایو ها و زمانی که خیلی خسته می باشی. یعنی میتونی از اتو پایلوت بسیار خوب یوز کنی. بدیایشون بگویم؟ بدیایشون بگو. نشه که ایلان ماسک برام کدام اختاری روان کنه. اگه کدام قرارداد که ایلان ماسک داری گپ علیده، غیر از او باید آدم بفهمه
یک چیزی که خوبی هم داره بدی هم داره. آدم بفهم اگر کسایی که میخواد تسلا بگیره اون اگر بدیش زیاد بود صرف نظر کنه. بیا یک خرابیشه برات میگم که نمی خودت اگه انتاری دمی زیر پای داری زیجان. این بطری تسلا که هست اگر روز اعصابش خراب شد کفید فکر که خودش اگه انتاریز برد. 100% بسیاری کسا. من یک ویدیو رو دیدم که در یکی از کشورهای یکی از فکر کنم استیتای امریکاست که تسلا در گرفته بود. نمیفهم کی واقعیت است یا نه. و بسیار خطرناک است بخاطر از اینکه اگه خدای نخواسته حادثه رخ بده فکر نکنم دروازه‌اش باز میشه و من یک مشکلات هست. شاید ولی یک مشکل بطریست و یک مشکل اساسی چه برات بگویم زمانی که یک لانگ درایو و یگان جایی که مثلا عجله داشته باشی و مشکل چارج چون در بعض جاها میشه چارجر استیشن از تو دور باشه و تو چارج خلاص کنی. این یک مشکل است که کم وقت ضایع میشه در چارج کردن موتور. دیگه خرابی من تسلا نمیبینه. واقعا موتور خوبی است و در این شرایط که فعلا گاز در هوا رفته بسیار خوب است. اقتصادی است تسلا. راستیان در یه واقع قیمت تیل به اوج خود رسیده و کلی شکایت از تیل داره و کسایی که تسلا داره هیچ هوش و گوشش از تیل دقیقاً مبلینی گپا بیغم است. خب خیر دوستای عزیز شما دو خوبی و دو بدیشه گفتی یا یک بدیشه؟ دو بدیشه گفتن کسایی که میخواه که لانگ درایو کنه از تسلا استفاده بکنن یک کمک برشون مشکل ساز است. اونا کسایی که خوش داره که به نظر من کسایی که وظیفه میرن و میایند امو روزمره که استفاده میکنن که تسلا بگیره بسیار خوب. بسیار موتور راحت بسیار سموت و مشکل یعنی خوبیش همی است که منتننس زیاد ضرورت نداری به منتننس که یگانه منتننسی که میکنی فقط تایر چنج میکنی. راستی هم بسیار یک مکی سیستم بسیار گفته فردوسیان سموت بسیار یک درایو خوب دیگه. بیادر کل گپ مصد تسلا شد و دست اسلام ابراهیم کجا رسیدیم فعلا؟ فعلا زیجان ما خودت از دی سی ختم دی سی است که فعلا به خاک مریلند متصل میشیم دیگه. فعلا میریم به طرف نشنال هاربر و اونجا میشه بریم یک کافی بگیریم. نشنال هاربر بسیار یک جای زیبا و دیدنی است و همیشه یک تصویر بگیری زیجان که من یک چیز جالب برات نشان بدم. و پلی که میبینی در رو بریم به نام والد ویلسون که او طرف پل ویرجینیا است این طرف پل مریلند و فعلا ما خود در دی سی هستیم. یعنی هر سه با هم قرار دارن. از این خاطر they call them DMV DC, Maryland and Virginia. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب فردوس عزیز بود که افغانای ما چطور زیاد است یا نه؟ نام خدا بسیار زیاد است در این منطقه که ما خود. در کدام قسمت؟ با خصوص در ویرجینیا الکساندریا، در مریلند سیلور اسپرینگ، کالج پارک بسیار افغانای ما زیاد است و در ویرجینیا بیش از 22,000 فامیل افغان فعلا زندگی میکنه. نام خدا افغانای ما زیادتر شد در هر استیت امریکا که بره. یکی از دورترین استیت امریکا ما رفتم همونجا افغانای ما بودن هستن و باش که کمک ما فکرم طرف سرعت موتور شد یک رقم تیز میره تسلا خوب است. خب بیا خیر باشه عزیزای دل تایی که ما میرسیم به نشنال هاربر رسیدیم زاید جان. فعلا ما خودت دور میخوریم به طرف نشنال هاربر. به طرف راست ما MGM قرار داره. MGM یک کاسینوی بسیار بزرگ است اینجا که خیلی مردم اینجا میان بازی میکنن و ما خودت فعلا میریم به طرف واترفال و نشنال هاربر. درست. باز بخیر بریم طرف دیگه کجا میریم بعد از اون؟ بعد از یک کافی میگیریم زاید جان. میشه کم بریم لباسا و چیزای خدا بانیم در اتاق و میبریم دیگه به طرف غذا خوردن میریم و میشه گان غذای افغانی رو امتحان بکنیم. بخیر 100%. عزیزای شما چند تصویر بیننده باشید تا اینکه ما بخیر برسیم کافی رو بگیریم با ما باشین. عزیزای بیننده اساس رسیدیم به یکی از رستوران‌های افغانی. همراه با فردوس جان هستیم. جزئیات بیشتر از فردوس میشنویم که کجا هست این رستوران. تا با نانش نخوردیم که نانش مزه‌دار است یا نه. فردوس جان جایی که آمدیم
کجا هست و اینجا بار می یا یگان دفعه؟ مثلا افغانی میگه چیزی که تیار است از یار است. 100%. حالا زیجان این رستوران اواسانه است، رستوران اواسانه دو تایسان کارنر. بسیار غذای خوبش دارن. دیگه نعمت زیادتر وقت میم. به خودت بار اول از ما زیادتر میم. و خصوصا من این شوله قربندی از اینا رو بسیار زیاد خوش دارم. شوله قربندی؟ دیگه اینا خوب است، چند چیز داریم، قابلی است، کباب است، شوله است، بانجان سیاه است. تشکر، بسیار مزه‌دار معلوم میشه. دیگه امتحان کو میبینیم مزهش چطور است. خوب است یعنی. دیگه خب بکی شکر یک جان لقمه نانم بگیریم، بعد از او باز کمره را کت میکنیم، صحیح نان بخوریم. درسته؟ نوش جان دیگه خوش از هر چیز خودت میخوای شروع کنی. یه زواز میزیم کباب شروع میکنیم. ببین مزهش رو به دوستان میشه بگید که مزهش چطور. تا نمونه که نانم بسیار گرم بود. نان خوب از تندور جور میکنم. تندور رو. مرا غذای زیاد خوشم میاد. چطور بود تست اول؟ کبابش هم بسیار مزه‌داره. قابلیشان هم بسیار خوبش است، شولهشان هم خوبش است. رستوران تواسان هست دیگه، تواسان هر چیز بخوایی هست. یکی که کبابش بسیار وقتی خارجی جوسی است، جوسی و عودار، بسیار مزه‌دار. دیگه از قابلیش هم معلوم میشه که مزه‌دار است. زیادن تا که ما نان میخوریم، نوش جان. شما همراهی میکنید بعد از اینکه کجا میرین، شما بیننده باشید از ولاگ از هر جا، از هر رنگ. فردا جان چیز گفتیم نداریم؟ هستیم دیگه دوستا، نان خورده بازم هستیم. هستیم. جای دیگه که رفتیم انشالله با دوستان نشان میدیم. بخیر. و نگفته نباید که این جای اعضایی که ما رو میبینن این جایتون خالی دیگه واقعیت نان مزه‌دار است. حالا بریم طرف آشپزخانهش، همراه صاحب دکان گپ میزنیم که آدرسش و کسایی که غذاهای افغانی رو دوست دارن بین از این رستوران دیدن کنن و از غذاهایش لذت ببرن. سلام علیکم. سلام علیکم، خب شما خوب هستین انشاءالله جانتون جور؟ خوش آمدین به رستوران تواسانه. تشکر، زنده باشید. چی حال احوال؟ شکر، زنده باشین. چطور بود؟ غذا مزه‌دار بود؟ همه چیز صحیح بود؟ بسیار زیاد غذای مزه‌دار. از همون خاطر خواستم که دفعه از آشپزخانه‌ام دیدن کنم. میشه که برای بیننده‌های عزیز خدا معرفی کنی؟ بله، یا فردوس اشکیار هستم، پسر فرار اشکیار. مدت 1 سال شد که در رستوران تواسانه خدمت همتون ما رو میکنیم. خب بسیار خوب. خب یک سوال میکنم دوستان. سه خوبی رستوران تا بگین که مردم باید به از اینجا غذا بگیرن و صرف کنن. رستوران ما غذای اصیل افغانی مانند چاینکی افغانی، بولانی تازه، گندنه کچولو و چبلی کباب بسیار مزه‌دار، کبابای تازه که میتونی ببینید در سر کوره. حتما. خب دوستای عزیز، کسایی که خوشدار چاینکی هستن میتونن که در رستوران هواسانه به و از چاینکی های افغانی لذت ببرن و جدا از اینکه چاینکی از غذاهای دیگر افغانی هم وجود داره. آشک، منتو، قسمی که اسم رستوران تواسانه است، همون تواسانه اصیل افغانی وجود داره در رستوران ما. بسیار عالی. دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینید این آشپزخانه است و کبابا و ما فقط امی نان خشک که استفاده کنیم بسیار تازه گرم. شما اینجا تندور دارین؟ بله، یا نوش جان شما. نان ما همیشه تازه می باشه، همه چیز و تندور اینجا داریم که میتونید در تصویر بگیرین تندور ما و یاد وطن اون رقم نانای افغانی ترازتون میزنید. بسیار خوب. خب دوست عزیز، زیادتر وقتان نمیگیرم. در اخیر میشه که شما آدرستان بگین کسایی که میخوای که غذای وطنی استفاده کنن بیاین. حتما. چرا که آدرس ما 4315 لیزبرگ پایک ویانا وی زیپ کد 22182 در تایسان هستیم. 5 دقیقه از تایسان مال دور هستیم ما تقریبا. دیگه اگه میخواین که در محافلتان خاطر همه پارتیایی که می داشته باشین، کبابای خوشمزه داشته باشین، غذای خوشمزه داشته باشین، اواسانه را فراموش نکنید. بسیار خوب. تشکر از اینکه وقت دادین. بخیر باشین. شاه فردوس و شاه زید که میمان ماست.
از نیویورک اومده، از نیویورک استیت، از بافالو یا از راچستر؟ راچستر. از راچستر. خوش آمدی زید جان. تشکر رود جان، زنده باشه. زیاد خوش آمدی. جان. قدم رنج فرمودی. خب. ببخشی که یک ذره دیر آمدیم. نه خواهش میکنم. یا فردوس آن همراه رفت تا به هوسانه رفت. ما فردوس یک اونجا به گشت. خیالم که شریک است اونجا. فیصدی میگیره. اونجا یک مرام بردم اونجا. هر دوست که به اول اونجا میره. رستوران هوسانه. دیگه نانش خوب بود، بد نبود، مزدار بود. شولهش بسیار خوب شد گفتی نه فردوس؟ ما شوله خوردیم اونجا، شوله هم خوردیم، دیگه چی خوردی؟ یه کباب خوردیم، کابلی خوردیم. مایی خوردی؟ نه ماهی نخوردیم، گرمی بود. دیگه آمدیم اینجا در واتر فرانت پارک در اولد تاون الکساندریا. ساعتم میشه دوستا چند تصویر ببینن. سعود جان خودت کجا بودی؟ زید جان ببخشید برای یک دو روز آمدیم. یک دو روز روزه. هستیم. بخیر. خوبه دیگه روز شنبه و یک شنبه. روز شنبه و یک شنبه. ما یک چند هفته پیش توسط دوستا یک جای دعوت شده بودیم، از این خاطر باز امروز رفتیم. اون بله هم گفتم به خاطر خودت خو میشد که بگویمش نه، ولی در اون وقت ما نمیفهمیدیم که میایید. تو برای ما یک هفته پیش گفتیم نه. یک هفته پیش. دیگه از این خاطر باز یک چند ساعت دیر شد. خواهش خوب شد که با آمدی شد که دیدیم. دیگه بسیار خوش هستی دیگه اینجا با خودت هستی. اینمی زندگی است دیگه میگذره شد. ما جدا از اینکه در اینجا یکی دیگر خود دیدیم در کابل زیادتر میشتیم میکسیم. یاد دوران کابل بخیر. کار میرفتیم. چقدر جای متشکر زدیم به کابل. در کابل نه میره همیشه گفتیم اونجا روز رخصتیش یک روز می بود یک و روز. چقدر طولانی بود. اینجا 2 روز رخصتی داریم اما 2 تا تیر میشه که نمیفهمیم چی تیر میشه. دلیل ازمی چی است با نظرت فردوس؟ نه صادقانه بدون ولی. دلیل چی است که 2 روز اینجا از بس که از زیاد یک مصروف روز کاروبار جمعه. بودیم عادت شدم روز رخصتیشو مثل کار فکر میکنیم. دوز کار فکر زمان یک ذره تیزتر میره نه؟ زمان تیز تیر میشه. آدم زمان درک کردن نمیتونه یا چیز کیف کردن نمیتونه. 100%. لذت بردن نمیتونه. یکی روزها و هفته ها زود تیر میشه. پرتدنی شنبه یک شنبه. اینمی درک زمان سکو اونم درک زمان بسیار زیاد مهم بوده. یعنی که از اونم لحظه که هستی که در اونم لحظه باشی. مثلا اینمی فعلا ما شما در اینمی ششتیم در عمر ما حساب نمیشه بخاطر از اینکه ما در اینمی لحظه هستیم. هرچند که یک ذره فکر ما که در کامرا ما هست نه اونم به یک مشکلش هست که اگر فکر بخصوص اینی بیادر ما بسیار خود جدی گرفتیم. خیلی خود جدی از کنج کامرا سایل دارم که صحیح به خیر است این خود ما نیست دیگه چیزا دیگه مشکل مگم خب اینجا یک سوال پیش ما اومد. زندگی لذتش اینجا زیاد است یا در وطن؟ از من این مسائل این جای جغرافی زمین چیزا قدر ربط نداره به خوشبختی. خوشبختی کلش در ذهن ما و شماست. درونی است. میگه هر ملک ماست که ملک خدای ماست. صحیح است که در اون جایی که متولد میشی اونجا یک رقم آنس داری. ما نمیگیم که بی‌وطنی خوب است. هر جا تخبل وطن کشمیر ده. ولی وطن همون جایی است که در اونجا همدلایت باشه، هموطنایت باشه، رفیقایت باشه. در اون وطنی که در اونجا میری، در اون وضع سیاسی که در اونجا داره، مردم کلش افسرده و چیزا هیچ مزه نمیده. ولی در اون وقت که بود، در اون وقت هم چقدر مشکلات زیاد بود. زیاد باشه. اینه یک گپ دیگه هم است باید از حق نگذاریم. این صحیح است که این یک مشکلش هست اینجا. این باز یک زیباییش هم است. همین که چندین فرهنگ است. اول دوید یک فرهنگ بود نه؟ این چندین فرهنگ است. حالا ما امروز رفتیم در تمپل جینیزم میگن. خب یک دین است که قدیمی ترین دین است که هندویزم هم کده پیشتر است. رفتم در معبدشان. حالا در افغانستان مثلا نمی هندوهای بیچاره بود نیست رفتم یک رفتار خراب میگه. گذشته از او اینجا مثلا مسیحی است، یهودی است، از فرهنگ‌های مختلف، از دین مختلف است.
هوشیارتر میشی به نظر من. 100% راست. چشمای ما باز میشه از مختلف می تفاوت بسیار کوچکی که مثال بین یک کسی که کل عمرش در افغانستان بوده و یک نفری که تنها میرفت تا پاکستان یا تا ایران، اونم نفرها فرق داشتن در ذهنیت و دیدشون. 100%. دیگه صحیح از گفتیتون نمیشه تا به او حد، ولی بازم میشه. مثلا در روزای عید من میرم پیش فردوس، تو خود یک ذره دور هستی، هرچند که 2 سال شده که نرفتیم خانهش، یعنی تو فرصتش هست میباشه دیگه. خب مساجد هم مثلا زیاد است، یک نفرایی که میخوایم برن پیرانتون بانا پوشا هم هست اینجا. خب نعمتایش ایجام داره دیگه. Would diese دفعه اول کس کامده؟ بچش کرد. بار اول؟ اسمه شینواری کاری پاکستانی در یک جای دیگه هم است، نه فردا در سمت ریچموند هایوی آرلینگتن اگر دیده باشید. در اون دیگه رفتیم، نه به یک نام دیگه است. در یک دیگه رفتیم مامودایی یا بیشتر نوست. برام نوست. فقط شینواری شهر نو. شینواری داونجا مام. صد یک چیز بفهمم، من کسم شکم دوست هستم. من دایم جای خوبش میگم. معلوم نمیشه فردا زمین. کی شکم دوست نیست. نیم زیاد هستم. من باز دایم پشت غذای خوبش میگردم. تا بالا جایی که بردیم خراب نبوده. نه یکی از دلایلش دست شکم. این جنگای دنیا. کل مشکلات هم یکی از مهمترینایش. از این نانای پندخش داری یا نانای کمتون باشه؟ بخاطر پاکستانی یا زیادتون میخورن نه؟ کم که اسپایسی نباشه نان مزه نمیده. جالب اینمی است که امروز گفت ما میره به نظرم بخشی تکرار نشه، مهمان یک هندی بودن و نانشون او کوشش کرده بود که اسپایسی نباشه، اما بازم یک اسپایسی بود. اون مساله‌شان یک جای راستی ولی مزه‌دار بود. مزه‌دار بود. از اخ نداریم، نان خانگی بود مکمل کلش. من بالا یک جای مهمان شدم گفت که این با ما ای تن نیست، من تو با ما بسیار تن بود. هندی بود؟ هندی بود. باز من گفتم کی بر تو مشکل ساز نیست. میگه برای بعضی کسا برای میدهشون یعنی تکلیف پیدا میکنه، منتها زیاد کسا همین میدهشون آموخته میشه. راست میگم. من در 3 سال گذشته و 2 سال گذشته ما خوردن سبز شروع کردیم. سبز بام بلد میشه میده. راستی اگه سابق میخوردید مگم بسیار فایده هم داره. من زیاد فوایدش نمیفهم. یکی از فوایدش چیست که به خاطر مسئولیت بدن میگه خوبه. ایمیونیتی. حالا راست باید مرچ که بخوری ویتامین سی داره مرچ و ویتامین سی مرچ بسیار خوبش است، قوی است. مرچ بخوری باز چیز دیگه نمیشه. و مرچ که نخوریم نان مزه نمیده. نه بدون مرچ پاکستانی ها خیلی نمیده. در کجا آدرس شد؟ اون دو وقت. خود زید جان گفتم که چند روز آمدی گفتی هم برامونه. برای 2 روز آمده. فردا بخیر میری؟ فردا پروازا رو دیدم. اگر پروازا لیز باشه به خاطر هم دفتری چک میکنم باز تکیت بوک میکنم حرکت میکنم. چند جای رفتید چیز در ویرجینیا اینجا؟ در ویرجینیا که این بار سوم است که آمدیم دیگه. امروز ای بار که آمدم خواستم که شما را ببینید که بچه ها باشن. من تا 2 بار قبل که آمدم با فامیل بودم نمیشه آدم بگردم. هم یک بارش خیلی مختصر ما تو دیدیم و گفتی که میرم دی سی میرم نه 2023 بود 2022 بود که فردوس وقت نامده بود. فردوس نامده. من 23 آمدم. من 23 اکتبر 23 آمدم. اکتبر 23. گفتی که در کجا رفتی؟ تا بالا در کجای ویرجینیا را دیدی؟ تا بالا نشنال آور رفتیم. دیگه کجا رفتیم فردوس؟
اکیدمی کامل خصاص تو نامش غلط نگویم. خب ما رفتیم تایسان رفتیم، تایسان کارنر رفتیم. دیگه فعلا ما میریم فالس چارچ هستیم، از اینجا میریم دی سی میریم. یا ام جی ام رفتیم مکلند. فعلا میریم اولد تاون رفتیم. اولد تاون رفتیم. اولد تاون اولد تاون ساحه توریستی است که مربوط به الکساندریا میشه. باز فرق الکساندریا و آرلینگتن دیگه است که آرلینگتن یک کانتی بزنس است، بیشتر بزنس فوکس است. الکساندریا بیشتر رزیدنشال است، یعنی جای بود باش بیشتر است. فردا جای خوبتر میبرم تا شاید بریم به پارک شنندوها. شنندوها میره؟ یا چند بجه میره؟ گوش میگم دکتر صد کنیم اگه تام بتونی خیلی خوب میشه. ما خواست سعی است ما یا اگه شنندوها بریم یعنی واقعیت دفتنی گفتنی یک جای بسیار دیدنی است. شنندوها خوب جای خوب است. پارک است. مکمل زیجان تقریبا یک 80 مایل گرداگرد کوه است و مکمل کلش سرسبز آبشار. خوبه بسیار. نشنال پارک میگن نه؟ نشنال پارک است و تقریبا یک 80 یا 100 مایل میاد. اون طرفش وست ورجینیا میشه. استیت دیگه میشه. جای کمپینگ داره. جای کمپ خوبه. بسیار خوبه. ما تصمیم دارم که گفتیم یک چی میکنیم. گوشت تخته میکنیم و خودم یک کباب جور. چی وقت؟ فردا؟ خیلی اخته میکنی نفر است که جور کنه تشویش نکن ور تخته یک ساعت بعد یک ساعت تختهش میکنه. امشب یک قسم زیاد خوشمون میشه فردا. بسیار گپای خوب میزنی. با دیدار یار هستی بخاطر خود نه خو خوشی است. دوستاست بالا زیر وقت شده بودم. تشکر. حدود ما بالا زیر وقت ششتیم. قدر زیاد قصه کردیم وقت. کی خب ما هیچ وقت نمیتن. فردا چرا؟ من ملامت نیست. ملامت من هستم نه خودت سینه بودی. این امریکا نقص میسازه. راسیان. اینا رو بگو خیلی بعضی از مشکلات زندگی امریکایی یا تفاوت‌های زندگی رو بگو یا نه. سگ زیجان من روز اولم که امریکا آمدم من امیگه پا گفته بودم حالا میگم. منصفانه میگم. امریکا پاک است، مقبول است، کلان است، پول است. زندگی است، خانه است، موتر است، ولی در قبالش در مقابلش یا بگویم تو صمیمیت از دست میتی، دوستی از دست میتی، رفاقت از دست میتی، 100%. آرامش حقیقیت از دست میتی. یعنی یک چیزی بود که من در امریکا دیدم، درست از همه چیز است ولی اونمو صمیمیت اونمو دوستی که در افغانستان ما داشتیم ایج از دست میتیم. عزیزم راست. من نمیفهم شاید شما هم نظر نباشه. یه دوغ بسیار وطنی پیور وطنی. میگه که بدیش گفتی خیلی خوبیش هم بگم. اوکی خوبیش هم میگم. خوبیش بگویم زیجان با اولین خوبیشه که من خودم متوجه شدم. MGM داره بگم؟ افغانستان داره؟ نه MGM خب یک چیز به شرایط خوب بیخی نداره. شرایط قبلی خودمون MGM جور میکردیم نگم چهار تا رفیق که یک جای میشینیم خودمون MGM جورش میکردیم ولی نه خوبیای خودم دارم. خوبیایش اینمی است که حداقل تشویش زیری نداریم مثل افغانستان که من امروز یا فردا بیکار میشم. یعنی یک لند اف اپورتونیتی که میگه امریکا راستی که همون لند اف اپورتونیتی است. خیلی فرصت‌های زیاد مردمی که در افغانستان هستند حداقل میتونی کمک بکنی. مگم ایگه پس که میگن که لند اف اپورتونیتی درست منتها اگه آدم پشت کار نداشته باشه اگه گپ واضحه چی افغانستان باشه چی امریکا باشه کدام فایده نیست. گپ واضحه است. حالا اینجا اگه کار است از کار میخواد. منتها در کشور ما شما که بودن کسایی که صاحب وظیفه بودن یا با انواع و اقسام که وظیفه را میگرفتن یا واسطه میکردن. حالا من کسایی گپ میزنم میگن که ما کار 3 نفر اینجا میکنه. منتها نمی کاره که ما شروع اینجا میکنیم در افغانستان 3 نفر 4 نفر مصروف این کار میشه. دیگه کسایی که پشت کار نداشته باشه به نظر من امریکا افغانستان یکی از باشه. خب یک گپ است که امریکا تو قسم میسازه. منتها یک گپ دیگه است که اگر کسی پشت کار داشته باشه میتونه در کشور خدا بسازه. یک رای نه یک رای را میتونه بخود کسایی که ما چرا موافق نیستم. کسایی که حالا میلیونر است یا بیلیونر است از صفر شروع کنه. قبول دارم گپ ولی مشکل در کجاست که تو پشتیبانی قوی در افغانستان نداری. مثلا تو اگه بزنس بکنی دولت که تو همکاری نمیکنه و ما فعلا دیدیم بسیار کادرای بالا داریم در افغانستان فعلا بیکار است. والا نه خود میلیاردرها روان هستن که میلیاردرها هستن فعلا در افغانستان که
سرمایه گذاری که داره. فرق میکنه، یعنی این چانس به هر کس نیست، یعنی هر کس نمیتونه یک چانس که باید میلیونر شود، ولی اینجا یعنی نسبت به افغانستان چانس بیشتر است. شانس بیشتر است. مثلا تو میتونی یک موتور دلخواهت و هیچ پول نداشته باشه میتونی با کردیت یا با یک چیزی بگیری. در افغانستان این کار نمیتونی. یعنی با همه تو بزنس هم مثلا یک بزنس شروع کنی، دولت اصلی زندگی چی است؟ پول به دست آوردن است یا خوشی و خوشبختی. خوشی و خوشبختی آیا در پول زیاد از بانه دست؟ نه در پول زیاد خوشی و خاطر نه. همیشه پول خوشبختی نمیاد، تو نمیتونی. خوشی و خوشبختی به این نیست که تو یک موتر نو سوار شوی یا موتر مدل سال داشته باشی. خوشی است که همراه برادر بشینی وقت بگذرانی. من تا اینجا کسی که در امریکا زیادترشون همه‌شون پشت پول است. از پول کرده آدم باید زندگی کنه. باید پول یک وسیله باشه، هدف نه. هدف زندگی نیست پول یا سرمایه داری. یعنی ازش استفاده کنیم. مثلا فردوس جان عدم پولی که به دست آورده استفاده کرد و اینم تو یک شب با ما یک شب با ما آماده است. خدا کنه این شبات از زندگی بار تکرار شود فردوس جان. خیلی ما بریم دوستای خدا میشیم، پس میریم دوستای عزیز. خدا کنه شما از گپای ما خسته نشده باشید. نان ما آماده شده. نان ما آماده است. نان نوش جان کرده. بویش خوبش است. دیگه مزهش دیده و با شما شریک میسازیم. چند دقیقه بفرم. زد جان تو نبودی گفتم که یکی از نواقص دیگه امریکا دیگه است که در شنواری افغانستان باشیم در یک کاسه میکنیم. در یک کاسه. دیگه بگیری جدا شد. جدا شد. و این کرایی را که اینجا آوردن نسبت به کرایی افغانستان کابل زمین آسمان فرق میکنه، بسیار خورد نیست. خورد است نه؟ خوش سلام. تشکر پدر جان. جای خراب یاد وطنم. اگه 70% وری خلقل است، اگه 100% نه ولی اصلا اون وقت که گوشت دیده دستم دیگه چربون این گوشت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مشکل داره که داغ است. چتنیش بزنیم. فردوس داغ است یک ذره. داتوش مرتکل است. یک مشکل داره. بعدا مزه دارم. بسیار مزه. چتنی کجاست؟ نورده به تو؟ امی دو تا را آورد بخوام دو تا بخوام. من این در بغلکش کمک میندازم بخواد. شما رو مگه دو جای دیگه نبردیم. دو جا را بخورین. نانشه. نه مگر از این مدوم میشه که راستی که فردوس جان شکم دوست هستی. حالا بسیار مزه دارد واقعا. چیز خوردن و دود بخورم. شاه فردوس کوپل. این حضرت شاه فردوس کوپل است. از متخصص غذاهای وطنی در ویرجینیای شمالی است. ویرجینیای شمالی. در شمال ویرجینیا. فردوس بولونی که سرسرک می‌خوردیم در کابل یاد است؟ اونمو چیز صبح میتونم تا گفتم نه. صبح بولونی که در سرسرک می‌خوردیم اونمو چیزی جور می‌کنه. در سرسرک یا داخل کراچی جور می‌کنه. در داخل کراچی جور می‌کنه؟ در کجا؟ آره بشه. نه همه میبرم تا صبح. نه سرپرایز. اوج بولونی بخورین. بولونی اگر مثل افغانستان نبود هر چی گفتیم اونمو مزه اونمو چیز. امی خدایداد یاد است سوزو جان؟ خدایداد نه؟ نرفته اوجا کدام رفته. همونجا که تخم چپس پخته میکرده پوسا. یک بار رفتیم و همیشه در یادم است. منتهم برای یکی از دوستا گپ زدم و فکرم او از بین رفته خدایداد. چرا؟ ما که میامدم بسته میشد. بسته میشد؟ چرا؟ ملکیت از کس دیگه بود. بخیر گفتم اینجا کب رستوران جوش کنم گپ شدم. نه خدا یک جای دیگه برم. بسیار خوب است. Excuse me. Do you have a water bottle? با یکی از امیگه کن بخواهیم. لازم چکنی هم. چتنی بخواهیم. فردوس. Let me have one chutney more. Yeah, I like two. اینا لگه اور خمینه دی بعد از چی پر میکنم میاره دی خمین ما میفهم. Just one more chutney please. Thank you.
از دیگه جای خدا خوب است نه؟ نه خیلی عالیه. یه سومک لازم بجای یک تورتای بگذار جان. باش. اگه میخوایم که خوش بگذارم باید بسیار مزه، بسیار عالی است. انتخاب خوب کردنه. انتخاب میگم که این متخصصه. کباب انتخابات فردوس خوب شد. خواب بود در یک غذا. سوال. در غذا. در غذا. کنترل دیگه خانه بود. فقط در غذا. بخصوصی کشی کندوز. نخوره گوش نمیمونن. خب اگه کابل بری اولین کار که میکنی چی میکنی؟ چی یک سواله. اولین کار از طیاره پایین میشم. از پاسپورت کنترلش هم تیر میکنم. آره. بعد از او در تاکسی یا در گم چی میکنم. میرم سمت خانه. خب میرم پیش آقای پدر جان. بعد از او منظور که دیگه است که فعالیت کنیم. میرم یک چکر رسول خوب است. کارت چهارم. گپ تا گرفتم من اگر باشم کابل با لذت بخش شد. نه دیگه با شما. یا چون من جایی میبرم تا که شما در وقت کم قدر بودین اونجا نرفتید. اونجا رو خبر ما نگویم. جای سرپرایز بودم. اکثر انتظار میگم شاید شما در اونجا جور نکرده باشین خودتان. در دو- سر دو- زمین چند ها بریم گوشت فرار؟ بریان جور کردین؟ در سر زمین ها گوشت بریان نه. 2000 چند بریم گفتم. 27 میریم بخیر. بخیر انشالله. انشالله که موفق شویم دیگه. بریم. دموجم بریم یک برنامه جور کنیم. یک بلاگ بگیریم. خب بلوسار دیگه یک پول سر بخیر بریم. دیگه یک چکر قرغه بریم. قرغه باز اگه فرصت بود یک چکر بریم چیز بولونی فروشی ها که اصلا نامش چیست؟ چشمه دو. چشمه دو مگم چشمه دو مرا بلونیش خوشم نمیامد. نمه؟ نه و برگر وطنی بخوریم. برگر وطنی بولونی سرک بخوریم. اینم چیزا من اگه برم خوش دارم که همین پروسور خو شعار یاره تا توان ما سمت پیاده بگردم. آفرین. یک چیز دیگه ببخشید چاینکی میخوایم بخورم. چاینکی در منده‌ای. در افغانستان نخوردیم. نخورده؟ میخوایم که در منده‌ای بریم بخوریم. یکی در منده‌ای کوچیک و فروشی. اونم می‌دونم. در منده‌ای یک قابلی بسیار مزدارم است. کباب قابلی بسیار مزدار. وقت رفتن است طرف خانه بخیر. بسیار وقت ما خوش گذشت در ویرجینیا. دیگه فعلا در میدان هوایی دیترویت هستم. امید است که شما از ولاگ خودمانی که داشتین لذت برده باشین. تا ولاگ خودمانی دیگه شما را به خداوند اکرام سپارم. شاد و موفق باشین. خدا حافظ. نیکدارتان.